یکم در مورد مسافت طی شده بحث کنیم. کل مسیری که متحرک طی کرده. جا به جایی گفتیم که برداری ابتدا رو به انتها وصل میکنه. فرض کنیم اینجا شروع به حرکت کرده، حالا یه مسیری رو طی کرده، هر مسیری رسیده به این نقطه. این بردار جابجایی ما هست که مقدار داره و جهتش واسه ما مهمه، همونطور که مقدارش واسه ما مهمه. اما مسافت کمیت نرده‌ایه، یعنی فقط مقدارش واسه ما مهمه. مقدار این رد پایی که از خودش جا گذاشته. باید دونه دونه متر بزنیم ببینیم که این مسافتی که طی کرده، رد پایی که جا گذاشته چه مقدار بوده. نکته‌ای که هست فقط روی خط راست بدون تغییر جهت. تغییر جهت چیه؟ فرض کنید در حرکت یک بعدی روی خط راست ما از اینجا شروع به حرکت کنیم و به این مسیر ادامه بدیم، بریم جلو 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 تا اینجا تغییر جهت بدیم. یعنی از اینجا شروع به حرکت کردیم، رفتیم و اینجا که رسیدیم تغییر جهت بدیم، برگردیم اینجا وایستیم. همش روی خط راست. بردار جا به جایی ما چیه؟ برداری که ابتدا رو با یه خط مستقیم به انتها وصل کنه. از اینجا با یه خط مستقیم وصل میشیم به انتها. این میشه بردار دلتا آر یا دلتا ایکس، حالا به نام جابجایی. حالا مسافت طی شده یعنی رد پایی که ما از خودمون به جا گذاشتیم. از اینجا رفتیم تا اینجا، برگشتیم اومدیم تا اینجا، این کلش میشه مسافت. حالا این روی خط راست اگه باشه و ما تغییر جهت نداشته باشیم، فرضاً یه همچین لاینی داشته باشیم، صفر باشه، از اینجا شروع به حرکت بکنیم، بریم تا اینجا، وایستیم، دوباره شروع به حرکت کنیم، بریم تا اینجا، وایستیم. ابتدا تا انتهای ما این میشه بردار جابجایی و همین هم دقیقاً مسافتی که ما طی کردیم. پس فقط روی خط راست باید باشه، تغییر جهت نداشته باشیم، مسافت طی شده و جابجایی با هم برابرن. دو تا نکته همینجا بگیم. دلتا ایکس مثبت یعنی متحرک سمت مثبت محور ایکس ها جابجا شده. فرض کنید این حرکت روی یک بعدی ما هست. دلتا ایکس مثبت یعنی این ایکس یک من بردار مکان اولیه و این ایکس دو من بردار مکان ثانویه. خب دلتا ایکس مثبت یعنی ایکس دو منهای ایکس یک مثبت، یعنی جابجایی مثبت، یعنی محور سمت مثبت ایکس ها حرکت کرده. در مقابل دلتا ایکس منفی رو داریم. اگه اینجا صفر باشه، اینجا فرضاً یک، اینور منفی یک. خب اگه اینجا شروع به حرکت کرده باشه، این بردار مکان اول منه، این بردار مکان ثانویه منه، این هم جابجایی من، خط مستقیمی که ابتدا رو به انتها وصل میکنه. حالا دلتا ایکس، این دلتا ایکس ما منفیه، به سمت منفی محور ایکس هست. خب تی مساوی صفر آشنا هستید، مبدأ زمان هست. x صفر و y صفر همون مبدأ مکان ما هست. خب یه مثالی رو با هم حل کنیم. در بخش دوم سینماتیک ما محور زمان رو نمایش دادیم و انواع اقسام نمایش ها، 2 ثانیه اول، ثانیه دوم، 2 ثانیه سوم، همه اینا رو با هم تمرین کردیم. فقط میخوایم اینجا جابجایی و مسافت طی شده رو نشون بدیم. خب اگه همچین شکلی داشته باشیم که نمودار xt ما هست، در واقع داره حرکت ما رو توصیف میکنه، این با محور yx متفاوت هست. این محور yx ما اگه باشه xy، شما اینطور تصور کنید که yx حیات خونتون باشه. یعنی فرض کنید که یک دوربینی از بالا داره نگاه میکنه به حیات خونه. اینجا فرضاً یه حوضی هست
اینجا یه درختی هست که از بالا داریم نگاه میکنیم، فقط شاخ و برگاش. بعد متحرک از اینجا، حالا یه فردی از اینجا شروع به حرکت میکنه، همچین حرکت های انجام میده، میرسه به اینجا بغل درخت وای میسته. خط مستقیم جابجاییش هست، دلتا آرش هست، این بردار مکان اولشه، این بردار مکان ثانویشه، R1 و R2. در مورد منحنی XT دقت کنید، دیگه حیات خونه نیست، دیگه ما از بالا داریم بهش نگاه نمی کنیم. در واقع توصیف حرکت روی یک محور X ما هست. فرض کنید اینجا بوده، بعد Xش زیاد شده به سمت منفی ها، اومده پایین و اینجا تغییر جهت داده، Xش دوباره زیاد شده به سمت مثبت ها رفته. همینطوری که به سمت مثبت ها رفته، اگه دقت کنید رسیده به اینجا، تغییر جهت داده، اومده پایین تا رسیده به اینجا. یعنی حرکت روی محور X رو با زمان به ما نشون داده که به صورت منحنی در اومده. این مسیر حرکت متحرک نیست. دقت کنید به این موضوع. خب برگردیم به مثالمون. 2 ثانیه اول، ثانیه اول چی بود؟ 0 تا 1، 2 با ضرب بشه میشه 0 تا 2. خب 0 تا 2 رو میخواد جابجایی ابتدا به انتها با خط مستقیم وصل میشه. توی لحظه t مساوی 0 اینجا بوده، در لحظه 2 ثانیه اینجا بوده، xش اینجاست. این میشه جابجاییش، مقدارش 10 واحد. گزینه بعدی ثانیه دوم. ثانیه دوم کجاست؟ 1 تا 2. در 1 اینجا بوده، در 2 رسیده به اینجا، ابتدا به انتها با خط مستقیم. چقدر؟ 20 واحد. گزینه بعدی 2 ثانیه سوم. ثانیه سوم چی بود؟ 2 تا 3 ضرب در 2، 4 تا 6. 4 اینجا بوده، 6 رسیده به اینجا، خط مستقیم چند واحد؟ 15 واحد. جابجاییش. گزینه بعدی ثانیه دوم ضرب در 3. ثانیه دوم چی بود؟ 1 تا 2 میشه 3 تا 6. 3 توی 15 بوده، 6 بازم تو 15. یه نقطه رو با یه نقطه باید با خط مستقیم وصل کنیم. جابجاییش 0، جابجا نشده هرچند که مسافتی رو طی کرده. خب از همینجا برگردیم مسافت ها رو نشون بدیم. از 3 تا 6، 3 اینجا بوده رفته بالا تا اینجا، بعد تغییر جهت داده برگشته رسیده به اینجا، در رفت 15 واحد رفته بالا، در برگشت 15 واحد، پس اینجا 30 واحد مسافت طی کرده. توی گزینه قبل 2 ثانیه سوم. ثانیه سوم برای تمرین و تکرار میگم، ثانیه سوم 2 تا 3 ضرب در 2، 4 تا 6. 4 اینجا بوده، در واقع روی محور ایکسش اینجا بوده، 6 به اینجا رسیده. جابجاییش این بود، مسافت هم همینه چون روی محور ایکس ها تغییر جهت نداده، جابجایی با مسافت طی شدهش برابر شده. ثانیه دوم یعنی 1 تا 2. 1 تا 2 کجاست؟ این 1 اینجا بوده، اینم 2 اینجا. جابجاییش اینه، مسافتشان همینه چون تغییر جهت نداده. تغییر جهت توی XT این گوشه هاست، اینجوری هر جا که ما تقعر داشته باشیم. حالا جلوتر باهاش آشنا میشیم. خب تو 2 ثانیه اول، ثانیه اول چی بود؟ 0 تا 1 ضرب در 2، 0 تا 2. 0 تا 2 صفرش اینجا بوده، 2 اینجا رسیده. این جابجاییش هست، ولی خب میبینیم تغییر جهت داده، ابتدا اومده پایین بعد رفته بالا. جابجاییش 10 واحد، اما مسافتی که طی کرده رد پاش رو باید نگاه کنیم. از -10 اومده رسیده -20، بعد برگشته به سمت بالا رسیده به 0. 10 واحد اینجا طی کرده، 10 واحد برگشته سر جاش و 10 واحد به سمت بالا، 30 واحد.
پایان قسمت دوم بخش 4. تا بخش‌های بعدی خدا یار و نگهدار.